کنار مردمانی این چنین دوزخی که در قلب عطوفت آتش کینه و خشم را دامن میزنند و از تیرگی شب برای هدفهای ناجوان مردانه خویش مدد میجویند. اگه مزاحم بشی میدم بچه‌ها بزنن تا. خیلی خوب، بگو بچه‌هاتونم منو بزنن. فتانه بیا بیرون، اومدم باهات عروسی کنم. چی ماما؟ دختره یه احمق بیشور. داستان ستیز یک مرد با سرنوشت و درهای بسته‌ای که اون را به خود راه نمیداد. تو چیزی بهش نمیگی؟ بیشور تو نمیتونی اونو از من بگیری، نمیتونی. هر کاریم دلت میخواد بکن، من نمیذارم. میشه همش دروغ باشی؟ میشه؟ حرف بزن، از خودت دفاع کن. زنی گذشته از مرزهای جوانی و گرفتار در دام عشقی سرشار از هوس میرفت تا رویای شیرین دختری جوان را در هم کوبد. فتانه، دختری تنها، گریزان از حادثه و جستجوگر برای عشق. تو چته ماما؟ مگه من چیکار کردم؟ چرا بی خودی بهانه میگیری؟ خب من اونو دوستش دارم، اونم منو دوست داره. حالا بهش نشون میدم دوست داشتن یعنی چی. برو ماما. فیلمی پر از ماجراهای شادی آفرین، پر از اغواگری پایان ناپذیر یک زن و سرشار از لطافت عشق میان دو دلداده جوان که محبت را در نگاه یکدیگر جستجو می‌کردند. و این چنین بود که عشق آنان به بستر گناه کشانیده شد. دیگه چی از جون من میخوای؟ ولم کنیم بابا. تو دیگه ازت گذشته، من ازت متنفرم. دست سوا خانم شما دوتا رو سپاره دست من. چه حرفه؟ چه چیزا ده؟ تو هنوز مردا رو نمیشناسی، نمیدونی که دروغگو و حق بازایی هستن. فتانه، اثری دینامیک، فیلمی که در قالبی نو و با صحنه‌های دلپذیر و طنزآلود گوشه‌هایی از زندگی روزمره آدم‌ها را نشان می‌دهد. مردمانی گوناگون با خصلت‌های متفاوت. چقدر قشنگه، من صلاح تو رو میخوام. من نمیخوام اول جوونیت بدبخت بشی دیگه. مختار، جوان، پیشتاز، جوینده راهی نو در سینمای ایران. توران مهرزاد، هنرمند پرقدرت تئاتر و سینما. دلارام، چهره جدید. اسدزاده، فرنگیس فروهر. عباس مهدادیان و کمدین محبوب سینما منصور سپهرنیا. فتانه، یک فیلم از سینمای متفاوت ایران. فتانه، فتانه، فتانه. چه گربه حلال زده یه ماست. با جانش خیلی گوشنم بود خانم، با من خیلی. نعمت، بله بلند شو، من حاضرم. یالا آقا جان، اون مرده که مرده بوده غذای ما رو بلند شو. نمیذاره. با مرگ تو داشتم میامدم اسرائیل دم در وایساده بودم، من دیدم، من آمدم اون رفت تو.
راستش اگه مجبور نبودم اصلا مزاحمت نمی شدم. این حرفا چیه پهلوون؟ ما کوچیک شمایی، شما گردن تمام اهل این محل حق داری. من از هیچکی توقع ندارم. اینه که از شما خواهش کردم بیاین اینجا تا بعد. سلام بابا جون. سلام جان. یه دونه بذار اونجا خودشون برمی‌دارن. بله میفرمودید. همین الان عرض میکنم نمیخوام این دختره بفهمه شما برای چی اومدین به اینجا. گوش کن آقا مرتضی، حتما میدونی که من فقط یه بچه دارم، یه دختر بزرگ و دم بخت. دی پیش بود جوونم حالا دیگه باز بزرگ شده باشه. درسته الان 21 سالشه. ولی چی؟ بذار اول یه موضوع مهمی رو برات بگم. دکترها دیگه ازم قطع امید کرد. بهتره راجع به شیرین حرف بزنیم. تازگی ها رفتار و کردارش پاک عوض شده. کارایی میکنه که منو به شک انداخته. مثلا چه کارایی؟ والا چجوری بگم؟ البته کار خلافی من ازش ندیدم، اما مثلا تازگی ها ولخرد شده، لباسای جور واجور میخره، زلمبو و سیمبو بخوره. چرا پهلوون؟ برای اینکه شبا دیر میاد خونه. بعضی وقتام اصلا نمیاد. اصلا نمیاد؟ استغفرالله بابا، آدم چه حرفایی باید بشنود؟ البته بازم نمیتونم بگم دنبال کار بد میره، چون خودش میگه توی بیمارستان کار میکنه و مجبور شبا تو محل کارش بمونه. من چی کار میتونم براتون بکنم؟ میدونی یه پدر دردش برای همه کس نمیتونه بگه. تو این محل از همین نظر یه سر و گردن بالاتر از دیگرون هستی. نوکر شما این پهلوون. ازت میخوام توی این قضیه رو در بیاری. میخوام بفهمم شیرین همون دختر معصوم و سربراهیه که من فکر میکنم یا خدای نه ایشالله همونطوریه که شما فکر ایشالله. ولی به خدا قسم اگه از راه راست منحرف شده باشه دیگه دختر من نیست. اسممو از روش بر میدارم. از تو نیستم و میبخشم به خیریه. خدا کنه به اون جاها نکشه. چند روز تعقیبش کن، ببین کجاها میره، دوست آشناش کیه. میخوام فردا که سرمو میذارم زمین اگه دخترم پاک و بیگناهه در حقش بدی نکرده باشم. ضمناً چون دخترم بزرگ شده ممکنه نشناسیش، الان تو حیاته. بلند شو یه نگاهی بهش بکن. آخه ممکنه خدایی نکرده و سرش واز باشه. من نداره، یه نگاه مهم نیست. پاشو برو بذارم. بلند شو یه نگاهی حلال برو. باش خجالت میکشی من بیام. با اجازه. کجا؟ با اجازه شما میخوام یه دیده که بزنم ببینم چه شکلیه. ها جان چجوری؟ اینه پدرت تو آقا مرتضی میگفت باید تو رو تعقیب با گوشای خودم شنیدم. پدرت میخواد. سلام بابا. سلام پسر گلم. پس مریم کجا؟ صبحونه‌شو خورده؟ نه داره لباس میپوشه که بره دانشکده. سلام ماما. صبح بخیر. سلام. صبحت بخیر. بیا صبحونتو بخور. تخم مرغ برات نیم بردارم. یا زودتر برم. پس اینکه جوام. وا مگه میشه ناشتا بری مادر ضعیف میشی؟ باشه امتحان دارم باید برم درس حاضر کنم. حالا که موقع امتحان نیست ولی من امتحان دارم. حتما راست میگه باز تو کارون دخالت کردی. بیا قربونت برم اقلا یه لیوان شیر بخور. نمیخوام. سرپایی بخور. گفتم نمیخوام باید برم. پس تخم مرغ سر بکش بیا مرگ ماما بخور. ول کن ماما. گفتم مرگ مامان بخور. آخه تا زور دلت ضعف میره. بیا درد بجو. آفرین دخترم. آخه تو میخوای امتحان بدی باید قوت داشته باشی. راضی شدی؟ حالا نوبت شیرته. ول کن ماما من باید برم. برو دخترم خدا پشت و پناهت. از خواهرت یاد بگیر همش فکر درس و مشق اما تو همش نشستی و می‌بینی. الان تو نرم بوده که نمیتونه درس و مشق بنویسه. درسته نه بابا جون درست بود. صبح بخیر. صبح بخیر. بپر بالا که دیر شد. من بشین. یواش چرا در باشی کجا می؟ دست ننه در نکنه با این دختره.
عوض این که اینقدر لیلی به للاش بذاری بهش بگو چادر. میتونه چادر سرش کنه. بله که میتونه. چرا نمیتونه؟ اقلا بهش بگو تو محل جلو در همسایه سرش بکنه، نزدیک دانشکده که رسید چادرشو برداره. پس تو منظورت حجاب نیست، میخوای جلو مردم تظاهر کنی و ظاهر رو حفظ کنی. اون ظاهرش حفظ میکنه، شما باطنشو. هی تخم مرغای زورکی فرو کن تو حلقش که قوت بگیره. دیگه صدا تو ببر. خوبه الحمدلله اون خواهرت برادر رو بگی. چرا وقتی این برادر بدبخت میخواد یه لقمه نون و پنیر بخوره مثل تازه شیرجه بری رو سپیدی نکنم بیا برو مدرسه میبینم ور پریده. یواش جوان مرده میزنم توی سرت مثل بوخ 100 دفعه بهت گفتم میون بچه ها توفیر نزار. سلام. سلام نعمت مالا شاکرم آقا چطوره؟ مرتضی جان، نوکرتم. سلام خانم بزرگ جان. سلام. من که هنوز نوه‌دار نشدم که بهم میگی خانم بزرگ. ناراحت نباش والا، این شهر فرنگی را که بنده چند دقیقه پیش دیدم شما به ما هم نمیرسد که نوه‌دار میشی. چند دقیقه پیش چی دیدی؟ والا چیز مهمی نبود. بندگی داشتم میامدم یه راستی ببینم آقا مرتضی میگه کارخونه ضرر میده. خب اگه اینطوری چند تا از کارگرا رو رد کن بره، مخصوصا مفخراشو. این موضوع چه ربطی به حرف؟ میدونی آقا نعمت، بله. آقا مرتضی از مریم بی خودی ایراد میگیره. تو رو خدا اون دختر بدیه. شما که سالهاست با آقا مرتضی کار میکنین، تا حالا کوچکترین سبکی، جلفی یا چیزی ازش دیدی؟ بله. چی؟ ببخشید تو فوق زدم، معذرت میخوام با شکاکش لعنت. آقا مرتضی تو نمیدانی مریم خانوما با مرگ خودم این تیک جواهر بخوده. بله. خیلی خوب بس دیگه. ببینم چرا کارخونه رو ول کردی اومدی اینجا. به نظرم جناب علی کله غاز خوردی نه؟ مگه خود شما نفرمودین صبح زود صبحانه نخورده بیام اینجا با بنده کار داریم؟ چرا راست میگی، یادم نبود. باید بری دنبال کار صادق خان، دنبال همون قضیه‌ای که دیروز گفت. صادق خان؟ کدام دیروز قربان؟ آره خنگ خدا دیگه. باید یکی 2 روز زاخسیه دخترش رو چوب بزنی و تعطوی قضیه رو در بیاری. موضوع چیه؟ مگه دختر صادق خان چش شده؟ هیچی بابا، صادق خان پیر شده، خیالات برش داشته. بیچاره نزدیک مردنشه، میخواد از بابت دخترش اطمینان پیدا کنه که پارونش کج نیست. بیا بریم، من تو رو جلو خونشون پیاده میکنم. بیا. راستی هم میخواستم عرض بکنم که مریم خانم واقعا یه تیک جواهره. بیا بابا. الکی. مرتیکه الدنگ. خانم چیه؟ آقا مرتضی با شده اومده اینجا الان دمه داره. نعمت خوب حواستو جمع کنی ها. خیالت راحت کن، برو. با من میگن بروسلی گیلان نه بلگ چوخونده رات بکش برو، خیال منم راحت کن جانم، برو. بابام خوابیده؟ بله، دکتر آمپولشو که زد خوابید. خیلی خوب، برو ببینم چیکار میکنه. بابا یه باش آقا. دیدم بابا خیلی خوبه، بی نداره. روز از 9 روزی از 9 فردا صبح دوباره برو دنبالش.
ساعت 10:78 دقیقه. اینجا هم که نیست، کجا رفتی؟ کجاست اینجا؟ کسی نیست. ای من عجب گرفتاری شدم. حالا کجا منو میبری؟ ای خود. واقعا که قربون مامان جونت بری. مقاصد 2 تا در داشت. پس تو واسه چی خوبی؟ واسه این لایجیست. قربان من این بسته که با من دو نکردم بیشتر مقاصد 2 تا در درگه. از این در وارد شد، از اون در زد باشن که قربان. معلومه که دختره خیلی ناکره. با مرگ تو دختره حتما گرفته. ما بی خودی دنبال تو خالدی چیز میگردیم قربان. ولی تو فرنگتر از اینایی که اون بتونه سرتو رو کلاه بذاره. من سر من خیلی میخونه به خودم. نه تو بمیری دارم حقیقت رو میگم. تو اصلا جوهر این کارو داری. بله من جوهرش دارم ولی بیشتر رنگ نداره داخل. گوش کن ببین چی میگم. این کار فقط یه راه داره. تو باید تغییر قیافه بدی. فال میگیریم، تاوله میبینیم، آب و حوض میگشیم، فرش میگذم. نفهمیدم جناب چی کاره ای؟ یواش حرف بزن. من دنبال یک آدم سابقه دار قاتل خطرناک میگردم. این حمام در دیگه ای نداره دیگه فرار بکنه ها؟ نه در دیگه ای نداره. بسیار خوب. من بیرون دارم کشیک میدم. حواست جمع باشه ها. حواسی نشی بزنم تو سرت ها. حواسم جمعه. بفر روزمجه بالاخره گیرت آوردم. سلام خانم. سلام لطیف خان. لطیف تو خان؟ آسمونا دنبالت میگشتم رو زمین گیرت آوردم. لطیف خان که جان اشتباهی گرفتی. من یه گیدای بدبختی بیچاره هست و به باسم. کوچه علی چپ نزن. پارسال اومدی اهواز منو عقد کردی، یه شب پلو موندی زدی به چار. من تو رو عقد کردم؟ کردی شهر هرته. پدرتو در میارم بیچارت میکنم. حالا میبینی اشتباه گرفتی. من کسی رو عقد نکردم. پدرتو در میارم. حالا دیگه به من کلک میزنی. خانم جان اشتباهی شدم. سر من نفت آدم میمیره در عجب گرفتاری شدم. شوهر منه ولی گذاشته عجب نامردایی پیدا میشن. بابا دروغ میگد. تو بمیری دروغ میگد. به ارواح پدر شما دروغ میگد. مرگ خودت آخه من این زن اصلا نمیشناسم. این ریش سیبیل بی صاحب من مصنوعی قربان شما برم. چرا توجه به حرف من نمیکنی؟ این ریش سیبیل گذاشته که شناخته نشه. بابا این حرف نزن. من عوضی هم بزن. بلم عوضی سرکار جان سلام. دست بنده دامن جناب علی. اسم بنده نعمت خان تحصیلدار کارخانه آقا مرتضی هستم. برای اینکه یه قدر تفریح کرده باشم این ریش سیبیل بی صاحب گذاشتم. این لباسای منم پوشیدم.
قربان عرض کردم برای خوشمزگی اینجا وایساده بودم یهو دیدم که این خانم کدام خانم کجا رفت؟ کو؟ پس این خانم که دمی که زنانه ای بندست کجا رفته؟ بله پیداش نیست. خب حالا عیبی نداره جهنم رفته با اجازه شما منم میخوام برای خود حافظ بیا فرم کلانتری کلانتری برای چی سرکار جان؟ خودتو به شک در آوردی. آخه بنده عرض کردم برای خوشمزگی سرکار جان. آقا دست حضور سرکار یه چند روزی بود بنده نخندیده بودم. این لباسه رو پوشیده بودم که خنده مرا بگیره نگیرم شما منو گرفتین. حالا تقصیر من بدبخت چیه آقا؟ خیلی ممنون جناب سروان. خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید خواهش میکنم. خیلی ممنون آقای جناب سروان. قربان شما خداحافظ. لطفاً مقدم افسر نگهبان بفرمایید. ترمز کردیم نیست تو ببن بیمزه کجای ما بیمزه است؟ توهین میکند با آدم؟ نه آقا مرتضی من این کار را از شما خواستم اگه میدونستم از دست امثال نعمتا برمیاد که مزاحم شما نمیشدم این کار فقط از تو برمیاد و بس معذرت میخوام پهلوان آخه تو این هفته خود سرم شروع بود و کارم هم زیاد بود میدونم من توقع زیادی از تو دارم اختیار داری این حرفا چیه پهلوان من کوتاهی کردم ولی بهتون قول میدم از فردا خودم برم دنبال این جریان رو در عرض 48 ساعتم نتیجهشو بهتون خبر بدم بله میبینی چجوری ما را از کار زندگی واداشتیم دختره ساکت بساز بله باید چهارچشمی مواظبش بله بنده 2 تا چشم بیشتر ندارم تو برو کارخونه تا من بیام تسیق دوچرخ سواری دارم آخه برای منو بگیرن چی میشه؟ برو گم شده برو دیگه بابا برو دیگه
وای خدا مرگم بدید، یه مرد اینجاست. آی داده بد من. سر صبحی کمکی به من عاجز بکن جوون، ثواب داره. 8 بچه دارم. بیا بابا بیا. خدا عوضت بدید. خوش اومدی. تاکسی. لطفاً همونجا نگه داریم. الهی 100,000 مرتبه شکرت که آبروی منو حفظ کردی. آقا مرتضی جونم. تو بزرگترین محبت رو در حق من کردی. این چه حرفیم پهلوون؟ من وظیفه‌مو انجام دادم. تو به من لطف کردی. هرچند که میدونستم دختر من هیچ وقت از راه راست منحرف نمیشه. آخه من که تو این دنیا کار بدی نکردم. لقمه حرومی از گلوم پایین نرفته که عقوبت پس بدم. حالا اگه بمیرم دیگه راحتم. خدا نکنه پهلوون. الحمدلله که خیالت راحت شد. الهی شکر. چی شد پهلوون؟ این قلب دیگه قلب نمیشه. باور کن خیلی دلم میخواست دخترم یه سر و سامونی میگرفت بعد من میمردم. منظورتون شیرین خانومه؟ نمیدونم بعد از مرگ من چی میشه. اون هیچی نداره ازش سرپرستی کنه. خدا رو که داره. البته ولی اولا که خدا نکنه، دومم بهتون قول میدم که مثل خونواده خودم ازش نگهداری کنم. مطمئن باشم. آره پهلوون. پهلوون بی زحمت اون شیشه شربت منو بده. بله چشم، اطاعت. میارم. خب دیگه همیشه ساده پهلوون همه ما رو ببخشو. مال بوز یخزده است.
به واقعا دستت درد نکنه. شما عینهو مثل مادر مرحوم منه، غذای خیلی خوب درست میکنین. خدا هر دوتایی شما رو بیامرزد به خدا. جان خودم. چیه؟ پس چرا نشستی؟ بلند شد دوتا کپگیر آب خوردن بوده بابای تو غذاش برو بیشتر پایین آخه. ماما بزن پشت بابا لقمه بره پایین. خب الحمدلله 7:40 صادق خان آبرومندانه برگزار. آره خدا بیامرزدش، آدم خوبی. همه خوبن، منتها حالا دیگه باید به فکر زنده ها. منظور خورشو بده من بچه. منظورم اینه که تو مدتی دنبال کارای صادق خان بودی. حالا بهتره یه کمی به فکر خونوادت باشی. من دیگه دیرم شده باید برم. هنوز که نهار تموم نشده. چرا؟ سیر شدم. خداحافظ بابا. از آقا معلمت معذرت بخوای که چشم راش گذاشتی. برو عزیزم، به حرف این وروجک گوش نکن. برو عزیزم، برو جونم. انتظار علی چه بابا ما که حرف نزدیم مگه نابجی؟ حیف که وقت ندارم. خداحافظ. خدا حافظ. چش سفید پر رو تو اصلا. ما اصلا یه آدم زیادی هستیم. خدا حافظ و بیامرزه که فرمود بنی آدم اعضای یکدیگرند، به دانش دل پیر برنا بود. اگر بار گران بودیم و رفتیم. بله بخند پسر جانت دیگه. اونم دختر جان جناب علی ده. من که از خونه بابام نیاوردمش. از هر جا آوردیش این یکی مال همونجاست، نباید بینشون فرق من میگم مردوتا رو پاس بده. گوش کن آقا مرتضی، میخوام راجع به مریم باهات صحبت کنم. اون دختره دیگه بزرگ شده. آق فضل الله و زنشم پاشونه توی کفش کردن و از ما جواب میخوان. سیروس هم که الحمدلله بد پسری نیست. پس چرا کارو تموم نکنی؟ اولا من درباره این پسر تحقیق کردم. خودشو، اون موتور قراضه‌شو، یه شلوار جین که تازه زانوهاشم 2 تا نیم تق خورده. دوم دلت بخواد این روزا موتور و لباس جین مخصوصا با نیم تختای سر زانو موده. بله تازه همین آقای نیم تختی سال دیگه مهندس میشه. فهمیدی؟ خب بشه، به من و تو چه؟ به من و تو هیچی، ولی به دخترمون مربوطه. اونا هم دیگر رو دوست داره. چی گفتی؟ گفتم اونا هم دیگر رو دوست داره. بیجم میکنن مثل این که دست اونا. آقا نعمت جان با بنده فرمایشی بود؟ نعمت راست میگه. مگه اختیارشون دست خودشونه که هر غلطی میخوان بکنن؟ انگار یادت رفته که مریم 20 سالشه. 21 ساله خانم جان. لا اله الا الله. خوب گوشاتو واکن ببین چی میگم. تا وقتی که این پسر موتور سوار میشه و این آرتیست بازی‌ها رو در میاره، من نشه دختر من رو دوشش نمیذارم. خب این که مشکلی نیست، موتورشو میفروشه. بله مامان جان شیدن ماشین برای این آقا نعمت جان با بنده فرمایشی داشتین؟ همش من صدا میکنه آقا نعمت بگو. در هر صورت من فعلا وقتی این حرفا رو ندارم. باشه واسه بعد. چی داری میگی؟ پدر مادر سیروس جواب میخواد. من نمیفهمم تو آخه چرا اینقدر عجله میکنی؟ مگه دخترمون سر راه افتاده؟ من میدونم چی کار میکنم، تو فقط مخالف نباش، من خودم درست میکنم. راست میگه دی برای دختره داره ترشی میفته رو دوش. آقا نعمت جان دلم با بنده فرمایشی داری؟ هر کاری میخوای بکنی بکن. من هیچ دخالتی نمیکنم. خانم جان بنده رو صدا کردین فرمایشی چیزی بود. شما با من میخواستین حرفی چیزی بزنین؟ ای امان نخیر کاری نداره باید بر نگاه میکند. نعمت سلام مرتضی. بله آمدم. به سلام آقا رضا، خوش اومدی. چاکر. سلام علیکم آقای پور. چاکرم نوکرتم. بفرمایید. از اینکه مزاحم شدیم میبخشیم. این حرفا چیه؟ چاکر شما هستین. بفرمایید. بفرمایید تو دم در بده. خیلی ممنون. راستش برای این اومدیم خدمتتون که یک کار خیر انجام بدیم. حتما جریان مریضی حسین آقا رو میدونیم. آره خدا شفاش بده. شنیدم حالش تعریفی نداره. بله درست شنفتین. دکترها گفتن حتما باید بره خارج عمل کنه تا خوب بشه. ایشالله که خوب میشه. ببینم پولمون چیزی کم داره. نه آقا مرتضی، حسین آقا مدتیه که با برادر خانمش قهره. حالا که میخواد بره خارج، میخواد هر طور شده با اون آشتی بکنه، میخواد حلال بود به طلبه. به چه کار خوبی. ولی گره این کار به دست شما باز میشه، چون محمود آقا برادر زنم حسین آقا فقط از شما حرف شنایی داره. فقط شما میتونه اونا رو آشتی بدین. ما که سرمون واسه اینجور کارا درد میکنه. اگه اجازه بدین همین امشب توی یکی از کافه‌ها بزمکی ترتیب میدیم تا شما اونا رو آشتی بدید. مرتضی گاج ما آقا مرتضی که مشروب نمیخورد. غذا که میتوانم بخورم.
شو بریم کمکه خودش 32 تا حریف بینیشی چرا بایستدی؟ بیا جلو تو صورتم توف کن زیر مشت و لگد له و لوردم کن حتی میتونی منو بکشی چرا معطلی؟ بیا جلو حیف دست آدمی که به روی تو بلند بشه تو پسترین کثیفترین دختری هستی که من در تمام عمرم دیدم تو نه تنها پدر پیر تو دم مرگ فریب دادی بلکه منم گول زدی واسه چی؟ فقط برای چندرغاز ارسیه؟ برای اینکه از اون یه خونه و مقداری آتاشکار بهت برسه؟ یا اینکه میخواستی زیر پوشش پاچه و نجابت خودتو هرچه بیشتر تو لجنزار غرق کنی؟ کدوم یکیش؟ تو خیال میکنی با گول زدن جوونیت خیر میبینی؟ تو فکر میکنی چون با آبروی اون پیرمرد بازی کردی خدا ازت میگذره؟ تن اون پیرمرد از کارای تو داره الان تو خاک میلرزه خانم بسته دیگه از اون پیرمرد حرف نزن اون هیچ وقت نخواست خواسته ها و آرزوهای منو درک کنه هیچ وقت نپرسید من تو زندگیم چی کم دارم و چی دلم میخواد اون اصلا نمیخواست بفهمی که دنیای من و اون با هم فرق داره یعنی از سجاده تا روی سن کافه؟ من از بچگی عاشق آواز بودم صدای خوبی هم داشتم منتها هر وقت صدام تو خونه بلند میشد اون پیرمرد زندگیمو سیاه میکرد اون معتقد بود صدای زن و حتی خروس همسایه‌ام نباید بشنوه اعتقادش مقدس بوده برای زمان خودش شاید ولی برای امروز چی من راه خودمو پیدا کردم راه این راه بی راه هست آخرش کویره اگه زنی به خودش به هدفش به پاکی و صداقتش اطمینان داشته باشه هیچ وقت به کویر بر نمیخوره من این حرف سرم نمیشه اولا به خاطر اشتباهی که کردم و دروغی که تو باعث شدی به پدرت بگم پیش خدا وجدانم شرمندم دوما برای قولی که به اون خدا بیامرز دادم خیال میکردم نسبت به تو مسئولیت دارم اما دیگه تموم شد تو بهتره تو همین لجنزاری که برای خودت درست کردی دست و پا بزنی و از بین بری من میدونستم بالاخره یه روز گندش در میاد اما خودمونیم طرفم خیلی پرروه اصلا ببینم مگه این مهدیکه چی کار است که اومده آبروی شما رو تو محل کارتون برده واقعا قباحت میخواد که آدم پاشو اینقدر از گیلم خودش درازتر کنه آخه یکی نیست از این آقا بپرسه مرد حسابی تو سر پیازی تای پیازی آخه چی کاره؟ همش تقصیر بابام بود حالا اون خدا بیامرز یه حرفی زد این آقا چرا باید یخی خودشو جر بده من که اگه جای شما باشم دیگه تو روش نگاه نمی‌کنم برعکس تازه اول کاری من باید پوزش رو به خاک بمارم اگه به خاک سیاه نشونمش اسممو عوض میکنم منظورتون چیه؟ الان میفهمی الو شما فرمایشی داشتین؟ فرمایش که نه عرض داشتم من کارم زیاده هرچی میخوایم بگین خلاصش کنی با یه دختری که میخواد از شما عذرخواهی کنه خوب نیست اینطوری صحبت کنی عذرخواهی؟ بله مگه مانعی داری؟ گوش کنی خانم اولا من وقت زیادی ندارم که با شما دل بدم و قلوه بگیرم ثانیاً بهترین عذرخواهی اینه که دست از اون کاراتون برداری البته به حال من فرقی نداره من فقط دلم میخواد تن اون پیرمرد کمتر تو گور بلرزه متوجه شدی؟ بله حالا اگه من بخوام شما رو ببینم چیکار باید بکنم؟ ببینین راستش میخوام خواهش کنم امروز نهار تشریف بیارین خونه ای ما ایشالا که دعوتمو رد نمی‌کنی. من وقتشو ندارم خانم جون بلند شو لباس منو بیار سفره ها رو پرداخت کردی؟ بله قربان بله جنس های حاج کاظمو فرستادی؟ بله قربان چجور همه؟ کارای حاج اصغر رو بندازین جلو بچه ها اون خیلی عجله داره بله چیه؟ اینم میهمن واسه چی اومد اینجا؟ خب تو نه مجبور شدم خودم بیام آخه اینم با این واسه؟ مگه چیشه؟ چی؟ خیلی خوب بفرمایید با من چی کار دارین؟ اینجا بله اینجا حرفتو بزن
باشه اگه برای تو اشکالی نداره برای منم مهم نیست. اجازه هست یه سیگار دود کنم خستگیم دره؟ سیگار دود کنی؟ او این دودیه. او فندقشم خراب آقا الحمدلله. ای نگه بعدم جنده رو قبچینه بعد ایستده یه زلانه شدین بزنین به چک جوان مرده ایزلی شد یلا. اگر خانم جان کاری دارن زودتر فرمایشه بفرمان که ما کار زندگی داریم یلا. او نعمت خاله حالت چطوره خوشگله؟ الحمدلله با مرحمت جناب عالی خانم چه عجب از این طرف با یه دونه چای شیرین بیارم. ببینم بالاخره دیگه برای چی اومدی اینجا یا نه؟ دستم درد گرفت. خیلی خوب. علت این که به ما افتخار دادین تشریف آوردین اینجا چیه؟ اومدم دعوتت کنم بیای خونی. آخه تلفنی که دعوتمو قبول نکردی. من که یه مرتبه خدمتتون عرض کردم وقت این کارو ندارم. تو یه چیزی بگو دیگه. بله نه خیلیشم وقت ندارم ولی بنده باشه بعد اینجا میشینم تا تو وقت پیدا کنی. لا میگم قربان اگر جناب علی وقت ندارید بنده وقت دارم. نه من وقت ندارم. نه خیر وقت من گرفته است. بی وقتی شدم. حالا ممکنه تشریفتون رو ببرین؟ بله به شرطی که نهار بیای خونه من. از دست پختم خوشت میاد. بنده امروز وقت ندارم. خیلی خوب فردا ظهر چطوره؟ لا تا فردا ظهر یه کارش میکنم. حالا تشریفتون رو ببرین. رو چشم فردا منتظرتم باشه. خدافظ خوشگله. قربان قدمتن الهی. بودین یه دونه چای دیگه میخوردین ده با من میگه خوشگله. برو دنبال کارت با بنده میگه خوشگله. حالا قربان اون با من میگه خوشگله شما حسودیت هم میشد خوشگل نیستی. را بیاف بریم بابا. میگم که قربان اگه شما وقت ندارین بنده جورتن شما خیلی خوب داد نزن. مرده شور معلوم نیست کدوم گوریه. ساعت 3 بعد از ظهره. شاید دیگه نیاد. بهتره غذای شما رو بیارم. نه اشتها ندارم. آخه چرا؟ برپس به جهنم که نیومد. برای شما که مهم نیست. اتفاقا چرا؟ نمیخوام تو این بازی که شروع کردم شکست بخورم. اومد. گشنمه خانم جون. من تازه از زندان آزاد شدم. اگه میشه یه کمکی به من بکن. الان میگم برات غذا بیارن. فقیر بود. براش غذا ببر. یه خورده هم بهش پول بده. بله خانم. برو. خیلی خوش اومدین. مشرف فرمودین. خانم منتظرتونن. بفرمایین الان غذا رو میارم. همیشه وقتی به کسی قول میدی باهاش نهار بخوری اینقدر معطلش میکنی؟ من یکی قول نهار خوردن ندادم. من غذامو خوردم. باید ببخشین. هرچند تقصیر خودتونه که دیر تشریف آوردین. به هر حال نذاشتم غذا خراب بشه. برش گردون. چی؟ آقا نهارشونو میل فرمودن. منم سیرم. برو منسا. ولی خانم گفتم برو بیرون. چشم خانم. فکر میکنم یه گلاس مشروب قیافه عبوستو باز کنه. مخصوصا که بعد از غذا میچسبه. نه من مشروب نمیخورم. هیچ وقت؟ مدتیه که توبه کردم. ولی اگه من جای تو بودم یه همچی موقعی توبه‌مو میشکستم. حالا که جای من نیستی گوش کن ببین چی میگم. دلم نمیخواد دیگه تو محل کار من آفتابی بشی یا جای دیگه جلوم سبز بشی. روشن شد؟ وقتی عصبانی میشه جذاب‌تر به نظر میای. لا. یادم میاد وقتی یه دختر 10-12 ساله بودم شبای عید تو محل چراغونی میکردی. مطرب میآوردی. با دست خودت به مردم شربت و شیرینی میدادی. اون موقع همین دختر کوچولو تو رو تو دلش یه قهرمان بزرگ میدید. عاشقت شده بود. حالا اون دختر بزرگ شده اما هنوز بس دیگه دختر. خیال میکردم حرفای من رو تو اثر گذاشته. فکر کردم میخوای از کارهای کثیف دست برداری. برای تو همون لجنزاری که برای خودت درست کردی دست و پا بزنی. بالاخره تو این لجنزار غرق میکنم. حالا میبینی. اونطور که شنیدم تقریبا 100 نفر خانواده دوماد مهمون دارن. خودمونم اقلا 100-150 نفر باشگاه.
تازه هرچی هم بزنه حشمت الله خان میگم چند تا از مهموناتون رو کم کنین زیر بار نمیره. هرچند حق دارن. مگه خودتونم نوه های احمد خان رو دعوت نکنن؟ عروسی شکوه زمان، همسایه های اشرت خانوم و آهای با تو هستم. حواست کجاست من؟ چی شد؟ چی داشتی فکر میکردی؟ یه ساعته دارم باهات حرف میزنم یک کلمه جوابمو ندادی. راجب چی؟ به آقا رو ببین، اصلا انگار نه انگار 2 هفته دیگه عروسی دخترشه. خب حالا چی میگفتی؟ پرسیدم چند تا مهمون داری؟ دوستات، رفقا. برو بابا، تو هم وقت گیر آوردی من چند تا دوست دارم چند تا رفیق. به بابا رو ببین. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا به امید تو. یه خدا آب خوردن بده بخوریم. قربون دست. بله صبح بخیر. تو اینجا چی کار میکنی؟ خوب اومدم دیگه. زود باش برو بیرون، اگه زن بچه هم ببینن آبروم میره. بچه ها رفتن مدرسه، زنت هم از خونه رفت بیرون. به نظرم رفت چیز بخری. بالاخره هرچه باشه الان بر میگرده. مگه تو دیوونه شدی دختر؟ آره آدم عاشق دیوونه است. اگه دیوونه نبودم از صبح زود کشک نمیکشیدم که وقتی خونه خلوت شد بیام تو. چرا دست از سرم ور نمیداری؟ من زن و بچه دارم دختر. من به زن و بچه تو کاری ندارم. من فقط یه گوشه از قلب تو رو میخوام. فقط یه. آخه نمیتونم. مردم هزار جور پشت سرم حرف میزنن، میگن با خواننده کافه گرم گرفته با یه دختر. لا دلت میخواد از کارم دست بکشم؟ خب البته دلم میخواد ولی باشه به خاطر تو این کارو میکنم. خیلی خوب حالا برو. پس قبول کردی. من میتونم رو تو حساب کنم. بعد از این دیگه با همین. چی داری میگی دختر؟ تو هم سن سال دختر منی. شب جمعم عروسیشه، من همین روزا پدر بزرگ میشم. حالا میگی چیکار کنم؟ سرم اومد. برو کجا یه قایم شو. خدای من برو پوش مشتا. برو اون گوشه ها. برو زود باش. برو دیگه. سلام علیکم. آره خیلی وقت بیدار شدم. بله کجا وایس ببینم؟ اونجا واسه چی داری میری؟ چرا نرم؟ یعنی این که من گشنم صابونه رو ورده بیار که میخوام برم کار دارم. خب منم همین کارو میکردم. خیلی خوب میخوام کره و پنیر بیارم. برو کره مربا میخوام چیکار؟ اونجا میری چیکار؟ بیا با نون خالی میخورم با چای. بیا نمیخوام. امروز چت شده؟ چرا پرت و پلا حرف میزنی؟ من هیچی عزیزم، من کار دارم، زندگی دارم، بدبختی دارم. بدش به من. تو برو سماور ورده بیار که من بیشتر اینجا سماور بخورم، یعنی صابونه رو بخورم. برو جان برو. من سفره رو میرسم. جنی شدی؟ نه بابا جن چیه؟ کجای من جنی شده؟ زود باش کار دارم. تو عروس کنی زن. حالا وقت این حرفا نیست، دلم داره ضعف میره. برو سماور ورده بیار من اینجا. برو جانم برو. میگم که दिलम में
داماد به سلامتی آقا مرتضی پدر عروس و خانم بزرگ مادر عروس هم یک دست خیلی مفصل بزنیم ببینم. خیلی ممنون. قربون شما. با سلامتی پدر و خانواده داماد هم دیلم میخواد یه دست مرتب آقایان بسنه. باریکالله. شما چرا ساکت وایسادین اینجا سوتکور بزنین دی خانه خرابا. متشکرم. خیلی خوشگله. من دعوتش کردم. وقتی شنید عروس دختر شماست میخواست اصلا پول نگیره. حالا که سکه شانس داره جادو میکنه، کم کمک این زندگی به شما رو میکنه. بسازین برای هم خونه گرم و قشنگ تا بشه عشق شما قصه شهر فرنگ. آخ اگرچه با دل من نامهربون یارم، به عشق اون دلخوشم منم خدای دارم. یکی نیست که رنگ بباده واسه من، خونه قشنگ بسازه واسه من، جوری نمیمونه برام، خدا هم وسیله سازه واسه من. آرزو داشتم که اون با من هم خونه بشه، تا شریک و همدمی دل دیوونه بشه. با دلم این آشنا دیگه نامهربونه، مثل آهو میمونه همیشه گریزونه. اگرچه با دل من نامهربونه یارم، به عشق اون دلخوشم منم خدای دارم. حالا که سکه شانس داره جادو میکنه، کم کمک این زندگی به شما رو میکنه. بسازین برای هم خونه گرم و قشنگ تا بشه عشق شما قصه شهر فرنگ. آخ اگرچه با دل من نامهربون یارم، به عشق اون دلخوشم منم خدای دارم. ببینه کلای مردم برداشتی بوشه میبری. با اجازه شما. به به پدر عروس خانوم، ببینم فقط برای کلاتون تشریف آوردین یا با خودم کار دارین؟ تو هیچ میفهمی داری چی کار میکنی دختر؟ نه. پس بذار برات بگم، تو داری با آبرو و زندگی من بازی میکنی. میدونم، قبلا که بهت گفتم باشه. اش میلنگه؟ مهم نیست، من لنگشو میگیرم. ببین آقا مرتضی، تو با پدر من رفیق بودی، بهش احترام میذاشتی. همه بهش احترام خب منم دختر همون پدرم. فقط تو میتونی پای منو از تو کافه ها و کاباره ها ببری. فقط تو این قدرت رو داری که زندگی منو عوض کنی. من؟ بله، فقط با سر خورده لوتیگری میتونی از من یک کنیز بسازی. هر کاری بگی میکنم، هر جور بگی زندگی میکنم. فقط چند ساعت از هفته مال من باش، توقع زیادی هم ندارم. من نمیتونم این کارو بکنم، ولی حاضرم برات یه خونه بگیرم و یه شوهر مناسب پیدا کنم. یه شوهر خوب. من شوهر نمیخوام، یا تو یا هیچ کس. اگه قبول نکنی خودمو میکشم. هر غلطی دلت میخواد بکنی بکن. من زن و بچه دارم، اونا هم دوست دارم. دست از سر من وردار دختر. من اون دختر رو شناختم. نعمت بهت گفت؟ چه فرقی میکنه؟ به هر حال اون دختر صادق خانه. این دختر جوالق سر منم کلاه گذاشت. طوری گولم زد که مجبور شدم به اون خدا بیامرزم دروغ بگم.
نظرم مزاحم است باز. بله. سلام. با کجا کار داری شما؟ با همونجا. گوشی رو نذاری ها. عوضی گرفتی خانم جون. یعنی ببخشین آقا جون، اینجا حموم خورشید نیست. حتما زنت داره گوش میده. امیدوارم حرفای منو جدی گرفته باشی. واقعا بدون تو زندگی برای من جهنمه. صدامو میشنوی؟ بله. نه خیر حضرت آقا، اینجا حموم خورشید نیست جان من. خداحافظ. با عجب مردمانی هستن، اصلا ملاحظه ندارن. هر کی بود نمیدونم این وقت شب هموم برای چی میخواست. خوبه دیگه، تو هم اینقدر هموم نکن، دومات داری، خجالت بکش. همونطور که عرض کردم، پارسال درآمد کارخونه از هر سال بهتر بود و روی این درآمد هیچ اسمی نمیشه گذاشت جز فعالیت، پشتکار و جدیت شما کارگرای عزیز. متشکرم، خیلی ممنون، قربون شما، دست همگیتون درد نکنه. من وظیفه خودم میدونم که از این همه همبستگی و تحرک و وظیفه شناسی و ایمان پاک شماها تشکر کنم. البته باید بگم که کارگرایم هستن که از زیر کار در میرن و کارشونو درست انجام نمیدن. اونا با این عمل به صاحبکار لطمه نمیزنن، بلکه دودش مستقیم تو چشم خودشون میره. چرا؟ برای اینکه سود ویژه کارخونه ها باید بین کارگرها تقسیم بشه. و طوری تصمیم گرفته شده که تمام کارگرها از رفاه و آسایش کامل برخوردار باشن. به هر حال من از شماها تشکر میکنم و که سود خجالتمون ندید. خیلی ممنون. من به نمایندگی از طرف کارگرای کارخونه از لطف و مرحمت شما تشکر میکنم. خواهش میشه. کارگران عزیز، حالا که ما هم در سود ویژه کارخونه ها سعیم هستیم، حالا که مقرر گردیده در رفاه و آسایش به سر ببریم، چرا بیشتر به کار خود ایمان پیدا نکنیم؟ چرا بیشتر اینجا چیکار میکنیم؟ چیکار داریم؟ چرا خانم چی شد؟ ایمان به کارمون نداشته باشیم؟ شما همونطور که میبینید این چه نمونه رو به مرگ چی داری میگی دختر؟ و من مأمور هستم اگه که خودتون رو نرسونید ممکنه تلف به طور مشخص حالا میرسونم شما تقسیم کنید. نه من نمیخورم. به خاطر من؟ آخه توبه کردم دختر. من بمیرم با خود. من بمیرم. دختر چرا من بمیرم؟ همین زندگی بده من. سلامتی. نوش. سلامتی تو خونه بادت. قربونت برم. این چطوره؟ خیلی قشنگه. قشنگه؟ مال تو.
یادتون بره. قربون دستت برم. شوهر خوبی داری، قدرشو بدونی. وضو داری؟ بله. خیلی خوب. یا علی. مرتضی. خب دیگه بریم تو نظرتو ادا کن. اول میخوام برای تو قسم بخورم. من به تو اطمینان دارم. نه، میخوام قسم بخورم به همین آقایی که هر دو اومدیم پابوسش تا وقتی اسم تو رو سر منی بهت خیانت نمی کنم. فدات بشم. تو اگه قسمم نمیخوردی من باور میکردم. اینجوری برای هر دومون راحت تره. شرمتو برم. من میرم صدقه سرت یه چیزی به این عاجز بدم. تو اتاق خواب داره، حال و پذیراییش هم که ملاحظه میکنین. مبلمانم شده، حی و عالیه ولی خیلی گرونه. فکر اونشو نکن. من میخوام شما رو راحت چقدر بشم. خوبی مرتضی، خیلی دوست دارم. رحمت به غریبه ها. تا حالا بیشتر قومخیشای من عروس دوماد و پاگوشا کردن. عموام، عمه هام، دایی جونم. اما یکی از فامیلای تو هنوز عروس دوماد رو به یه چای تلخ دعوت نکردن. به اینا میشه گفت فامیل، اونم با این چشم روشنی آوردنشون. خواهر عزیزت یه دیگه زودپز آورده، اونم متوسطی. ولی همین فردا داداش حشمت الله خانم پاگوشاشون کرده، ماهارم دعوت کرده. اون وقت قومخیشای تو آبرون رو بردن. اصلا میدونی دیگه حق نداری اسم هیچ کدومشونو بیاری. فهمیدی؟ با تو هم حواست کجا؟ چیه؟ مگه حرف میزدی؟ صرف نداره گوش بدی، راجب قومخیشاتی، باید ترکشون کنی. باشه بابا جان، ترکشون میکنم. اما برای چی؟ برای چی؟ نه بابا ترکشون میکنم. گروه پدر همشون هم کرده، ترکشون میکنم. الو؟ خودتی بوس خندی من. دلم برات خیلی میخوام همین الان بیای پیش من. باشه. چی فرمودین؟ همین الان؟ الان جونی، فهمیدی؟ همین الان. انگاری شما ساعت دستتون نیست، الان 12 شبه. خب صفته ها باشه، فردا صبح امضا میکنم. من الان امضا میخوام، فهمیدی؟ الان. خیلی خوب، اگه اینقدر مهمه همین الان. میگی مرد؟ هیز حاج از قراقاس. خوب نیست صفته هاش امضا نکنم، فردا چه کشبر میکرده که چش حاج آقا تا نیم ساعت دیگه خودمو میرسونم. نه قربونت برم، تشکر لازم نیست. پس رفاقت برای چی خوبه؟ شما یه وقتی ما رو امضا میفرمایید. بله اومدم. میدونیم تفلکه انگار بعد جوی کارش گیر کرده و الا این وقت شب مزاحم نمیشد. خب چه میشه کرد؟ آدم باید به رفیقش کمک بکنه. ببینم این امضا کردن چقدر طول میکشه؟ والا نمیدونم چند تاست، ولی به هر صورت من دست به امضام خوبه. زود برمیگردم. ایشالله که خودت برای مهمونی فردا میرسونی. لا 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 لا. میدونی بهتره اصلا جواب تو ندم. بفرمایید. به به عروس خانم به کار افتاده امروز نباید کار خجالت هم ندیده به به چه خانومی، نمیشه زن خوبی گیرت اومده. درست نمیگم آقا مرتضی. بله درست.
ایشالله. دست نزن. شاید آقا مرتضی نباشه. مطمئنم که خودشه. بذار فعلا یه کمی زنگ بزنیم. حالا بردار. الو؟ چرا گوشی رو ور نمیداری؟ ببینم نیستش. نه آقا مرتضی. نه نگفت کجا میره. نه نمیدونم. یعنی چه؟ چطور نمیدونی؟ آخه کجا ممکنه رفته باشه؟ مگه کارخونه رو همینجوری میشه ول کرد و رفت؟ ولی اینجا که کارخونه نیست آقا مرتضی. خیلی من الان خودم میام. چی شده؟ چی میخواستی بشه؟ فردا صبح 100,000 تومان پرداختی داریم، معلوم نیست نعمتم ول کرده کدوم جهنم در ری رفته. باید برم تا بانک نوستم پول جور کنم بریزم به حساب. از نهارتو بخور و برو. الان حاضر میشه ها؟ نه بابا میترسم بانکا ببندن. زود برگردی ها. نمیشه، باید برم کارخونه ببینم نعمت کدوم گوری رفته. حشمت جون قربون تو. فعلا خداحافظ. خداحافظ برادر. طفلی آقا مرسا خیلی کار میکنه. کن همینجوری خانه خراب گاز میبنده با ماشین دی بزن با چک. آخه من نمیفهمم. اوه جان نهار ولش کن. ما سلام. چی شده؟ مگه چی شده جان؟ گندش درآورم. راستی آقا مرتضی کجا گذاشت رفت؟ من هنوز نهار نخوردم. از صبح تا حالا دارم توی کارخانه جمع میکنم. یه سرم نمیاد با من بزند خانم جان. میبینی؟ چی؟ تو بیرون نرفته بودی؟ میبینی که نرفته بودم. باز چرا تلفن کردم جواب ندادی؟ گوش کن عزیزم، من نمیتونم کنج این خونه بشینم تو مهمونیای خانوادگیت خوش بگذرونی. ببینم مگه من گناه کردم که پابند تو شدم؟ من دلم میخواد تو بیشتر از اینا مال من باشی، وقت بیشتری رو صرف من کنی، وگرنه تو این خونه میپوسم. قربونت برم الهی که انقدر با محبت به همه مقدسات این شکل ماهت یه دقیقه جلو چشم دور نمیشه. چه پیشت باشم چه نباشم هیچ وقت خیال تو. دوست ندارم فقط تو خیال با هم عشق بازی کنی. من خودتو میخوام. من خودم درسته فداتم، دیگه چی میخوای؟ میخوام این حرفتو ثابت کنی، شب منو ببری بیرون، بعدم که برگشتیم تا صبح پیشم بمونی. خیلی خوب باشه. چی گفتی؟ شنیدی چی گفتم؟ ولی آخه من داری و ازشم میترسی مگه نه؟ نه بابا موضوع ترسویی نیست. آخه من تا حالا شب از خونه بیرون نموندم. تا حالا منم نداشتی. خب بله درسته هم پیشم میمونی یا نه؟ خیلی خوب میمونم. الهی که قربونت برم. هنوز نخوابیدی؟ نه. ولی تو چرا نخوابیدی؟ ببینم سیروس هم بیدار؟ نه اون خوابیده. من دیدم چراغتون روشنه، اومدم ببینم بابا اومده یا نه. نه هنوز نیومد. به کارخونه تلفن کردی؟ آره اصلا امروز اونجا نرفته. خب تو بهتره بری بخوابی. یه شب اومده اینجا، خودتو شوهرتو ناراحت نکن. هر جا باشی پیداش میشه. بلند شو برو بگی بخواب مادر. بلند شو. باشه مادر. شب بخیر عزیزم. این شادی از ما من و
تو من گل باغ بهشتی ز یک آب ز یک خاک ما از یه سر نوشتیم قلبی که از عشقی نباشه سرشا سرد و سیاه مثال سنگ بالا تو من گل باغ بهشتیم ز یک آب ز یک خواب ما از یه سر نوشتیم جوونا پر از عشق پر از شور پر از شادی و شوقی الهی نگیری تو این شادی و اسمان من و تو و من گل باغ بهشتیم ز یک آب ز یک خواب ما از یه سر نوشتیم من و تو و من گل باغ بهشتیم ز یک آب ز یک خواب ما از یه سر نوشتیم منتظر تلفنم باش وقتی سرخرم رد کردم به تلفن میکنم اوکی را بیفت بریم مگه حساب کردی؟ آره را بیفت بریم چرا این زودی؟ بیشتر از این مایه معطلیه را بیفت خوب شب بخیر ببینم ما که نگفتی باید تا صبح با هم باشی چرا؟ ولی فکر کردم بری پیش زنت بهتره یه آدم زن و بچه دار نباید شب از خونه بیرون بمونه اما من میتونم بگم تا صبح تو کارخونه کار داشتم و همونجا خوابیدم ولی یه مرد واقعی نباید دروغ بگه از اون گذشته منم خستم میخوام تنها باشم شب بخیر الو ببخشین آقای کیوان تشریف دارن؟ با تو کار داره کی؟ نمیدونم ولی معلومه کیا با تو کار دارن بله؟ سلام خوشگله منم شیرین من اون سرخه رو رد کردم فوراً آدرس رو بنویس زودم حرکت کن بیا که منتظرتم این آدرس بنویس حالا آدرس بگو چقدر خوابیدم آره من خیلی وقت اومدم تو خواب بودی پس کجا بودی؟ پیش تو خوابیده بودم نمیدونم چطور شاید تق افتادم یه دفعه ساعت چند اومدی؟ تقریبا ساعت 12 بود ولی چون تو خواب بودی دلم نیامد بیدار لابد حالا بیدار شدی که بری آره دیگه آره باید برم داری این روزا کارمون خیلی زیاد شده فقط روزی کل باز اضافه حقوق بدم بله خودتو اینقدر خسته نکن میترسم با این همه کار و زحمت به خودت صدمه بزنی چیکار کنم دیگه مجبورم
نمیدونم. این موقع شبم دست بردار نیستن. نباید در رو باز کنیم، ممکنه مرتضی باشه. بخواب. به نظرم مرتضی بود. مرتضی کیه؟ همونی که امشب با من بود. اگه فرقی بده من اینجا ببینم. مهم نیست. من تصمیم گرفتم دوباره کارمو شروع کنم. البته با تو. جواب اونو چی بدم؟ اونو ولش کن. بعد از این تو برای من مهمی. آقا مرتضی، آقا مرتضی، بلند شد، ساعت 10. 10؟ اون ماشین رو تعقیب کن. هر چی بخوای بهت میدم. مواظب باش گمش نکنی. سلام، خانم نیستم. کجا رفته؟ گفتن میرم همون کافه دیشبی. برای هیچی؟ گفتن میخوام دوباره کارمو شروع کنم. آخه چرا؟ نمیدونم، بریم از خودشون بپرسیم. تعقیبش کن. همینجا باشه، الان برمیگردم. اینجا چه غلطی میکنی؟ مگه اشرف بهت نگفت؟ اومدم تمرین کنم. میخوام دوباره کارمو شروع کنم. یالا را بیا. بیام کن. تو حق نداری به من دستور بدی. خفه شو. مادرش بریده. اون با ما قرارداد داره. بسه در کوزه بشه بخور. یالا. اگه مزاحمش بشی طور دیگه باهات رفتار میکنم. برو بابا قرتی. بسته دیگه، کشتیش. برو از اینجا بیرون. گوش کن شیرین. نه، تو گوش کن. من تو رو دوست نداشتم و ندارم. فقط میخواستم غرورتو خورد کنم. میخواستم کاری کنم به پام بیافتی. شب و روز نداشته باشی. این کارم کردم.
من تو رو دوست دارم. هر کاری بخوای برات میکنم. حاضرم سر تا پاتو تو طلا و جواهر غرق کنم. تو به این کار احتیاجی نداری. تو میتونی تو خونه بمونی یا خانومی کنی. متاسفم. من نمیتونم تا آخر عمری معشوقه باشم. منم آینده دارم. زندگی میخوام. شوهر میخوام. منم میخوام بچه دار بشم. مادر بشم. تو اون مردی نیستی که من میخوام. چرا؟ من واسهت قسم میخورم. اگه راست میگی برو زن تو طلاق بده. بیا با من عروسی کن. نه، تو اینقدر بیرحم نیستی. چرا؟ هستم. هر وقت تصمیم گرفتی بهم اطلاع بده. ضمن شب جمعه اولین شب برنامه منه. میخوام یه سبد گل برام بیاری که تو سقف این کافر رو پر کنی. تو اولین کسی هستی که این افتخار رو بهش میدم. علی کوکب کجایی؟ علی کوکب چرا رفتم؟ علی کجا هستی؟ سلام آقا مرتضی. سلام زینت خانم. شما نمیدونین بچهای ما کجا رفتن؟ والا گویا کوکب خانم تو خیابون حالشون به هم میخوره میبرنش مریض خونه. برای چی؟ نمیدونم والا. بعدم از مریض خونه تلفن کردن. بچه ها همین الان رفتن اونجا. یا بابا الخوایج خودت بهش رحم کن. ببینم کدوم مریض خونه بردنش. چرا حرف نمیزنی؟ چرا ساکت؟ این کوکب چش شده؟ تو رو خدا بگین. خواهش میکنم بیرون وایسید. نمیشه بیاد تو. چرا نمیشه؟ میخوام زنمو ببینم. اون زن منه. فعلا نمیشه. خانمتون زیر اکسیژنن. اکسیژن؟ آنفاکتوس کرده. آنفاکتوس؟ سکته، ولی ناراحت نباشید. حالشون خوب میشه. تو همه چیز فهمیدن. دیشبم وقتی که دیر رفتی کوکب خانم میدانست که کارخانه نبود. وقتی هم به هوای کار از خانه خارج شدی اون میدانست تو داری به اون کلک میزنی. امروز هم تو رو تعقیب میکنه. همه چیز را با چشمای خودش میبین. از خانه شیرین تا کافه همه جا دل به دل تو رو دنبال میکنه. بعدش هم بدبخت سکته کرد افتاد و برش داشتن آوردن اینجا. من چجوری به صورتش نگاه کنم؟ چه شده دکتر؟ چیزی نیست خانم. ناراحت نباشید. حالش خوب میشه. ولی چی؟ ممکنه احتیاج به عمل جراحی پیدا کنه.
خدایا خودت شفاش بده. من شفاش از تو میخوام. آقا مرتضی جان سلام مجده
بده مشته چی شده؟ از صبح تا به حال با مرگ تو تمام میخانه ها رو من گشتم تا تو اینجا پیدا کردم. خیلی خوب بگونم چی شده؟ نوار قلب کوکب خانه میگیرفتن گفتن الحمدلله خدا رو شکر خطر رفت شده. یکی دو روز دیگه مرخص میکنه راحت میره منزل. الهی شکر. قربونت برم. بیا موسیو بیا هر چی میخواد براش بیار. هر چی خورد به حساب منه. بیا اینم پولش. بقیه‌اش مال خوده. خداحافظ. خب چی میل دارین؟ بقیه پول میل دارم بده من. اگه نمیخواد چیزی بکن. نه بقیه پول بده. رد کن بیاد مطلب. ارباب میبخشه نوکر نمیبخشه. نوکر پادرت من بروسلی گیلانم دریوری نگو فهمیدی یا نه؟ تو چی غلط کردی کپیا بولی؟ پادرت در میارم. همچون شب تاریک بر تابش مهتاب جز عشق خود حرفی نگیر از دست ندیم این لحظه ها محتاج هم هستیم چون تشنه‌ای بر آب همچون شب تاریک بر تابش مهتاب دست ندیم این لحظه ها محتاج هم هستیم چون تشنه‌ای بر آب همچون شب تاریک بر تابش مهتاب شاله سلام مرتضی کوچم یار بالاتر بچسبانده کشتی مرا بخوده میگم میتونه کنم
بخشیم